همون 4 جغل بگیم و 4 تکسری شدگی. من حیران میشم. من امروزا مسئولیتان تماما دیگر شدگی. خیلی که پیامبر نازنین گفته است لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق. شما در عاصی شدن خالق مخلوق گوش نکنید. من تمام فرزندای شما میدونید که چی میگن. میگن چیکار کنیم بابای دولا، چیکار کنیم. یعنی مقصد شما را دیگه مادرها دوست نمیدارن. و شما فکر نکنید که او گپی تر اجرا کردنش به سبب چیه؟ به سبب که نمی امر معروف گوش کنی که مادر ته حرمت که پدر ته حرمت که او مقصد همین چیز و یا قپی دست حاضر یا خاطر همین که امروز در جامعه میگن ای پشت زنش مقصد ای خانه برآمد رفت یا مادرش گوش نکرد، لیکن بگذار همچنان باشد. من برادرای عزیز همه شما را مصلحت میتونم که وقتی مادر تر اگر توصیه کرد که زن تا طلاق که هیچ وقت طلاق نکن، پدر گوید طلاق نکن، عاقد میکنم عاق وای عاق نیست برادرای عزیز، زیرا اینها به خاطر دین نیستند. همه اینا غرضها دارن، همه اینا مقصدها دارن. در مردم ما وقتی کلین آوردن همچو برای چی میارن؟ برای خدمتگار، یاردمچی نه، همچو فرزند نه، همچو خدمتگار. تو باید که مقصد همیشه در روی پاد راست باشی. تو هیچگاه مقصد حق شیشتن، حق خواب کردن، حق مثال طعام خوب خوردن تو یه حق نداری. تو باید فقط خدمت کنی. تو 100 نامعقول کردگی، 100 نامعقول کردگی. اگر اسلام داشته باشی، مسلمان باشی، تو به تمام کتابهای خدا و رسول تو یک آدم گناهگاری، تو یک آدم ظالمی. برای همین پیامبر نازنین بین حتی هلاک شود همون کسانی که دنبال مال دنیا میدوند یا به خاطر دنیا مقصد این کارها را میکنند. برای همین بسیار من از شما خواهش میکنم مادرای عزیز و کسانی که در زندگی امینا دخالت میکنید، دخالتی خوب کن. ما هم برادرای عزیز کلین داریم، ما هم فرزند داریم، لیکن ما فرزندا را در علایدگی میشونیم میگم بچه‌ام دعای نیکی من میفورد. خب زناتون قطع معامله شروع کنین، زناتون حرمت کنین، حقارت نکنین بچه‌ام، زناتون نزنین. ما هم الحمدلله 2 تا کلین داریم، ولی همیشه حرکت میکنم که برم در چهره همونها مقصد تبسم بینم. دایی میرم در علایدگی میپرسم شون بچه میگم کمبودی ها دارین، یگان مقصد نفهمی ها هسته بینتون. من در علایدگی از بچم نه، از کلین میپرسم که چیزی که در همین جا باشد من باید برطرف کنم، من باید زندگی اینها را خوب کنم. زیرا که من این کار را به خاطر چی میکنم؟ به خاطر آن میکنم که مرا الله و رسولش امر کردگی است که تا اگر دعوای ایمانداری دارید باید انا همچنان باشید. برای همین دادرای عزیز در نسبت زنهاتان هیچ وقت سختگیری نکنید. سخن مادر تای، سخن خواهر تای، سخن اپا تای، سخن اکا تای، اینها را در ترازوی شریعت چین کن که ببین که مقابل گفته خدا و پیغمبر نباشه قبولش کن. از این